اما خدمتی بالاتر از جهاد در تعبیر رسول الله خدمت به پدر و مادره. این جهادی است که از جهاد فی سبیل الله هم برتره. صحابه عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من میخواهم در جهاد و هجرت با شما بیعت بکنم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا پدر و مادر شما حیات دارند؟ گفت بله، هر دو تا زنده اند، پا به سن گذاشتند. پیامبر میفرماید شما برید، جهاد شما خدمت به پدر و مادره. شما میدونید که سه نگاه کردن ثواب داره: نگاه به بیت الله الحرام، نگاه به آیات آسمانی قرآن و نگاه با مهربانی و الفت در چهره پدر و مادر.